سلام و عرض ادب به دوستانی که دارن این ویدیو رو مشاهده میکنن. امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز میخوام این خونه فوق‌العاده رو بهتون نشون بدم. الان توی یکی از کوچه‌های دنج و آروم منطقه هستیم که از امنیت و آرامش خیلی خوبی برخورداره و دسترسی‌های خیلی خوبی هم داره. وارد حیاط خونه میشیم. این خونه دلنشین که نمای ساختمون رو میبینید با طراحی شیک و به سبک کلاسیک ساخته شده. به سمت دیگه حیاط میریم تا ویلا رو از یه نمای دیگه ببینیم. همونطوری که توی تصویر مشخصه کنتور گاز هم نصب هست. حیاطش هم جا برای پارک 3 خودرو داره. خیلی سریع بریم محوطه پشت ویلا رو بهتون نشون بدم. پشت ویلا ما یه انباری داریم، یه باربیکیو. این تنها باربیکیو اینجا نیست، یه باربیکیو هم تو قسمت روف هست. یه ورودی هم به آشپزخونه داریم. دیوارا همه سنگکاری شدن. دور تا دور ویلا هم نورپردازی و محوطه سازی شده است. خب دوستان، وارد این ویلای شیک میشیم. اولین چیزی که توجهتون رو جلب میکنه پذیرایی بزرگ و دلبازه. یه فضای باز و روشن. به نورپردازی، طراحی سقف، کف، دیوارای اطراف و فضای خونه کاملا دقت کنید. این هم آشپزخونه. هنوز کابینت ها نصب نشدن، اما جزء تعهدات مالک محترم هست که کابینت ها و کمد دیواری و شیرالات رو نصب کنن. از این در هم وارد حیاط پشت ویلا میشیم که ابتدای ویدیو بهتون نشون داده بودم. من دیگه صحبت خاصی ندارم. بریم با هم دیگه همه جای این خونه به همراه جزئیات رو به همراه موسیقی ببینیم و بشنویم. همه توضیحات، مشخصات و قیمت رو پایین این ویدیو براتون می‌نویسم. برای بازدید با من هماهنگ باشید. ارادتمند شما محسن معین، املاک معین رامسر. خوش خاطر سازی تو، خوش اومده آینده هامه. توی این فصل نگفتم توی شعرواره من. خورشید من روشن باش، جلوه کن و با من باش. قلبمو با یه گل سرخ سمت آغوش آوردم، تا جهان جهان ما شه. خودمو به تو سپردم، خودمو به تو سپردم. قلبمو با یه گل سرخ سمت آغوش آوردم، تا جهان جهان ما شه. خودمو به تو سپردم. به تو هدیه می کنم ترانه هامو، تک تک دل سروده عاشقانه هامو. با تو زندگی میخوام کشور عشق بشه. روی لحظه لحظه ها طرح رویا بکشه. قلبمو با یه گل سرخ سمت آغوش آوردم، تا جهان جهان ما شه. خودمو به تو سپردم.
آخرین جلوه زیبایی برامه. خوش خاطر سازی تو، خوش اومده آینده هامه. توی این فصل نگفتم توی شعرواره من. خورشید من روشن باش، جلوه کن و با من باش. قلبمو با یه گل سرخ سمت آغوش آوردم تا جهان جهان ما شه. خودمو به تو سپردم، خودمو به تو سپردم. قلبمو با یه گل سرخ سمت آغوشت آوردم تا جهان جهان ما شه. خودمو به تو سپردم. به تو هدیه می کنم ترانه هامو، تک تک دل سروده عاشقانه هامو. با تو زندگی میخوام کشور عشق بشه، روی لحظه لحظه ها طرح رویا بکشه. قلبمو با یه گل سرخ سمت آغوش آوردم تا جهان جهان ما شه. خودمو به تو سپردم.